با دستگیری کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با تشکیلات جمعیتی احیا فرهنگ و ترقیات و مبلغ‌گذاری خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ناحیه دیواشتیج میز مدور دایر گردید. در میز مدور زیازاده سلیمان رضایی رئیس ناحیه دیواشتیج، نمایندگان ساحه تندرستی، اعضایان گروه تشبثکار، اعضایان گروه پیروان پیشوای ملت، اعضایان فعال اتفاق جوانان تاجیکستان در ناحیه دیواشتیج شرکت نمودند. مقصد تشکیل میز مدور این بررسی معماهای از جانب جوانان و نورسان پیشنهاد گردیده می باشد. باید ذکر گردید که سنه 10 ینوری سال جاری سمینار مشورت دایر گردید که در آن به مسئولین تشکیلات احیا فرهنگ و ترقیات 54 موضوع پیشنهاد گردیده، از آن 5 تاش قبول گردید. این مسئله ها در میز مدور بر رئیس ناحیه پیشنهاد و بررسی گشت. یکی از 5 موضوع ها این بر وقت به شوهر برآوردن دختران بوده. آن را راهبر گروه نوآوران پروانه صالح‌زاده بر رئیس ناحیه پیشنهاد نمود. مفصوف برای تشکیل نمودن فورум театр در مکتب‌ها ابراز عقیده نمود. بیشتر ما و می‌خواهیم پدر و مادران به این مسئله اعتبار داده باشند. اول به دختران کسب آموزانند، آنها را پر به عائله‌داری و آماده سازند و بعد آنها را به شوهر دهند. من در همین مورد یکی از سخنان پرحکمت‌ترین امام اعظم را که به جوانان تاکید کرده شده است گفتنیم: حالا که تو جوان هستی، قلبت آرام است، علم آموز، کسب آموز. بعد از پی جمع کردن مالی حلال شد، بعد از آن ازدواج کن. رئیس ناحیه دیواشتیج زیازاده سلیمان رضایی به معماهای بروقت به شوهر دادن دختران اظهار نگرانی نموده، افزود که برای پیشگیری آنها کارهای فهماندهی را بین جوانان و والدان آنها باید پرزور نمایند. بیان داشت که امروز در ناحیه 3161 نفر معیوبان به قید گرفته شده است که معیوبیت 90% آنها نتیجه نکاح خیش شده باره است. مفصوف قید کرد که در سال 2019 22 حالت خودکشی به قید گرفته شده است که از آن 6 نفرشان را نابالغان تشکیل می‌کنند. رئیس ناحیه افزود که باید پدر و مادران به این مسئله جدا توجه نمایند. الکی در 15 روز سال 2020 یک حالت خودکشی به قید گرفته شده است. قید گردید که باید هر یک جوان دختر تا فرصت عائله برپا کردن باید مهارت کدبانوگی را نیز از خود کرده باشد. این مسئله باید که ما از مکتب‌های تحصیلات میانی عمومی سر کرده الکی دختر بچه باید که آماده کنیم. محفل دوزندگی همین خدام مکتب برای دیگر همین ماشین درس دوزی است. نه که چه کار میکند، فعالیت میکند، این سوال است. نمیخواد است. اونجا محفل‌ها بود هستند که دوزنده ها مثلا معلمی تعلیم مهنت هستند، نه اونجا باید که کار فلان محفل‌های گذارونن اونجا با یاد تیان که باید کودکای ما باید تیار باشند با حیات میسازند. کدبانوگی هم مثلا نمیخواد است. این مسئله هایی که ما در همین دایره باید چیکار میتوانیم تشکیل کردن میتوانیم. موضوع دیگری که برای رئیس ناحیه پیشنهاد گردید این در مکتب‌ها تشکیل نمودن رادیو می باشد، زیرا خوانندگان به این وسیله از خبر و نوگانی‌های همه‌روزه کشور آگاه می‌گردند. مهرانه رحمت جان باشد برای رئیس ناحیه تشکیل یوری اولین را برای خوانندگان مکتب‌های میانه پیشنهاد نمود. هدف اساسی ما پیشگیری کردن حالت‌های ناگوار بین خوانندگان که در حالت‌های گوناگون حالت سلامتی آنها در نخست بد شدنش ممکن یا اینکه بلند شدن حرارت بدن آنها، نخست لطخوری پا یا دست آنها. در این حالت تا به خانه رفتن آنها باز هم سلامتی آنها ممکن است که وضع‌بین‌تر شود. ما می‌خواهیم در حل این معما گروه مخصوص تشکیل کرده در مؤسسه‌های تعلیمی یاری اولین طبی را جاری نماییم که برای خوانندگان این کمی باشد هم برای بد نشدن سلامتی آنها کمک رساند. پیشنهاد یاری طبی به خوانندگان را گلرو براتووا راهبر شبکه مؤسسه‌های کمک اولیه طبی فولینک دانست. قید کرد که این پیشنهاد را کارمندان ساحه طب دستگیر خواهند کرد. نام برده از نبودن کمک اولیه در مؤسسه‌ها و مراجعت آنها حرف زد. تحقیق می‌سیست تو دچار معاینه پیش از ازدواج می‌گذرونیم. اون دخترکایی که از مرکز نه از جهه می‌بیان وقتی گذراندن معاینه سوال و جواب می‌کنیم. اگر مکتب میونه بخوره که تام کرده باشد سوال جواب نصب میکنه. بعضی حالاتو به ما میپرسیم که همی رسوندن خودی تیبیو چی سیوری تیبی چی سوال جواب میکنیم در میمونه. خوب میشه که برنامه تجربی گذرونه. موضوع دیگری که در میز مدور بررسی گردید این تشکیل گروه ریویزورها یعنی نظارتچیان محله در مؤسسه‌های طبابتی میباشد. مقصد آن رعایت تازگی در مؤسسه‌های ساحه طب میباشد که این پیشنهاد نیز از جانب رئیس ناحیه پذیرفته شد. دستور هم میخواست میرویتون میبینیتون یکون کس گرد نمیزنیتون اگر حالتی سانیتریش حالتی شب میبینیتون
باشتی ابر ما مسائل تعلیمی مرکزهای سلامتی بنگاه طبی بیمارخانه‌های ابر چکنیتون سونی بعد نقطه های و بعد آشخانه ها با رستوران ها با سونی باشتی اینو با میگذارید ابر اینجا چکنیتون ابر مردم بیدار شود که می گروه ریویزور رو هست اونجا با همینه که جوانو خودشو وقتی تامین میکنیتون حتما کامل کتی ابر رفته کامل کتی شام که میکند گرفته میبیاد مالیسی نظارتی نزد رئیس ناحیه با ما 300 کس جمع میشه ما 300 کس نشان میتونیم حالت چه خیلی است این گروه تشبسکو چه خیلی کار کردیم ما اینو دستگیری میکنیم مسئله آخر این که برای نوحه پیشنهاد گردید این پس بودن دانش جوانان اوید به تکنولوژی اطلاعاتی میباشد. ما این مسئله رو در نزد رئیس ناحیه پیشنهاد نمودیم. رئیس ناحیه این سخن رو دستگیر نمودن، این معما رو دستگیر نمودن و حل این معما رو یک جای یافتیم. ما محفل تشکیل میکنیم، محفل تکنیکون نورس. در آن محفل ما کاربری نموده همه جوانان نورسانی که از علم و تکنیک از تکنولوژی اطلاعاتی عقب ماندن آنها رو می‌آموزانیم و سرمشق کار خود میشماریم. این گونه میز مدور و محفل ها با دستگیری تشکیلات جمعیتی احیا فرهنگ و ترقیات آغاز هر ماه دایر میگردد. رئیس ناحیه دیوشت زیازاده سلیمان رضایی در آخر از فعالیت جوانان ناحیه و بی‌طرف نبودن آنها به مشکلات جامعه قناعتمندی نموده افزود که جوانان همیشه باید فعال باشند و زیرکی خود را از دست نداده دائما برای رشد و نموی وطن خویش سهم ارزنده گذارند. سید مختار سیدانور، نعیم جان ایوبов، ناحیه دیوشت خبر.